روش کار بکنیم ناحیه کمر یا ناحیه‌ای که دقیقاً ناحیه زین هستش و توی این ناحیه است که درد یه اسبایی که به خصوص توی بحث پرش هستن زیاد دیده میشه. به این صورت اینجاش فوق‌العاده دردناکه. واکنش اصل کامل میبینیم. نقطه اولی که توی تب سوزنی زده میشه توی ناحیه لومبو ساکرال، توی ناحیه وایهیو بهش میگن و توی ناحیه ازم به حضورتون که سوزنی به این ابعاد 75 سایز 75 زده میشه. تکون نخوره جلوی. چسبونی رو پوست جایی که دردناکه، مثل اینجا که دردناک بوده یه چند بار بالا پایین هم میکنه. بیا این سوزن شو شد بگیر. سوزن اینجوری میشه، باید بشه با عضله میره و میاد. فاصله سوزن رو در آوردیم و یادتون باشه قبلش میخواست ما رو بگیره. این ناحیه درد داشت خیلی. یه دردی نداره. میدونیم که اکوپانکچر یه طب مکمل طب اصلی هستش و طب و علمی هستش و برای همین من برای این مورد هم یه انسید میذارم و در اصل این مکمل اونه. در اصل طب اصلی که انجام میدیم این در کنارش خیلی کمک کننده است و این کاری که کردیم یه جورایی تقریبا میشه گفت معجزه اکوپانکچر هست. ممنونم.